سلام. هر آدمی چقدر میتونه دستشوی خودش رو نگه داره؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش. وای وای وای. تو هم اگه از اونایی که دستشوی رو زیاد نگه میداری بهتر این ویدیو رو ببینی. مثانه چیست؟ خطرات نگه داشتن ادرار چیه؟ میتونه منجر به مرگ بشه؟ تو یه روز آدمیزاد چند بار نیاز داره که ادرار کنه؟ اینا سوالاییه که تو این ویدیو پاسخ میدیم. مایعاتی که میخوریم وارد بدن میشه، بعد توسط کلیه تصفیه میشه، مواد سمیش از طریق یه سری لوله وارد مثانه میشه. اینا باید از بدن خارج بشن تا سم از بدن شما خارج بشه و یه احساس آرامشی پیدا کنید. این مواد کجا جمع میشن؟ توی مثانه. مثانه چقدر ظرفیت داره؟ به اندازه 2 فنجان ظرفیت داره. قبل از اینکه بخواد به شما هشدار بده احساس دستشویی کنید و نیاز داشته باشید برید به دستشویی. چقدر طول میکشه تا این در واقع پر بشه؟ تقریبا 9 ساعت 10 ساعت طول میکشه تا مثانه شما پر بشه. مثانه شما وقتی 50% پر میشه شروع میکنه به سیگنال دادن به مغزتون که احساس میکنید باید برید دستشویی. نگه داشتن دستشویی برای مدت طولانی اگر یک بار باشه یا هر از گاه این اتفاق بیفته از خطر آنچنانی نداره، ولی اگر دائما این کار رو کنید و دستشوییتون رو برای مدت طولانی نگه دارید در بزرگسالی باعث میشه که شما بی اختیاری پیدا کنید و نتونید ادرار خودتون رو کنترل کنید. این به خاطر اینه که ماهیچه مثانه‌تون منقبض و منبسط میشه. خلاصه عوارض خیلی بدی داره. بزرگسالی نمیتونید دیگه دستشویی خودتون نگه دارید. عوارض دیگه‌ای که براتون داره اینه که شما دچار یورینری ریتنشن میشید، یعنی تکرر ادرار. میرید دستشویی میکنید، کامل خالی نمیشه و در نتیجه احساس میکنید که هنوز باز دستشویی دارید. میایید بیرون و چون کامل خالی نشده سریعتر پر میشه و دوباره باید برید دستشویی و این عوارض زیاد نگه داشتن دستشوییه. چرا؟ چون کنترلتون رو از دست میدید. وقتی زیاد فشار میارید به اون ماهیچه، به اون قسمت، باعث میشه که کنترلتون رو از دست بدید و دیگه نه کامل میتونید تخلیه داشته باشید و تونتون هم پر میشه. این عارضه‌ایه که به مرور به تدریج به وجود میاد. حواستون باشه. ببینید ادرار خودش یه چیز زایدیه و خودش پر از عفونت و نمیدونم آلودگیه. خود ادرار خب سم بدنه که خارج شده و اومده اونجا جمع شده و وقتی شما این سم رو توی مثانه‌تون نگه می‌دارید بهترین فضا رو ایجاد کردید برای رشد باکتری‌ها و ایجاد در واقع بیماری‌های جدید. اگر بیش از حد نگه دارید احتمال داره که این در واقع ادرارتون به سمت کلیه برگرده و حتی باعث بیماری‌های عفونی شدید تو قسمت مثانه و کلیه و گاهن باعث ایجاد سنگ کلیه هم میشه اگر ادرارتون رو زیاد نگه دارید. حواستون باشه. اگه ادرارتون خیلی 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 نگه دارید احتمال داره که مثانه‌تون بترکه و بمیرید. این قضیه برای یه بنده خدایی در 200 سال پیش اتفاق افتاده. یه شخصی بوده که خیلی مؤدب بوده و تو جلسه‌ای که شرکت کرده روش نمیشه پاشه بره بیرون و بره دستشوییشو انجام بده. نگه میداره خودشو و بعد که میره خونه دیگه دستشوییش نمیاد، ادرار نمیتونه کنه و باعث میشه این ادرار بمونه و در نهایت منفجر میشه و میمیره. تو هر جایی که بودید اگر احساس کردید ادرار دارید و دستشویی دارید برید این کارو انجام بدید. اصلا خجالت نکشید، نگه ندارید، باعث بیماری‌های شدیدی میشه. اگر الکل مصرف میکنید به این نکته توجه کنید که مصرف الکل به شدت ادرارزاست، یعنی باعث میشه ادرار شما زیاد بشه. از اون طرف خود الکل باعث میشه سیستم سیگنال دهی مغز شما مختل بشه و وقتی ادرار دارید متوجه نمیشید که مثانه‌تون پر شده و این باعث در واقع آسیب دیدن شدید مثانه‌تون میشه. حواستون به این نکته باشه. اگر الکل همزمان مصرف میکنید به این نکته هم توجه کنید. هر از گاهی نگه دارید هیچ مشکلی نداره. دائما این کارو کنید به فنا میرید. یه جمله‌ای هست که میگن هر چه زودتر برید دستشویی بهتره. اگر نمیخوای تو 50 سالگی پوشک ببندی. استوب بزن. خداحافظ، من رفتم.